سلام، با رویدادهای مهم این هفته با من مجیب سلطانی از یقین خوش آمدید. امروز پنجشنبه ششم دلو سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 26 جنوری سال 2023 میلادی. محموله کمک‌های ترکیه از طریق بندر تورغوندی به هرات رسید. این هفته ترکیه اعلام کرده است که یک محموله کمک‌های بشری ترکیه از طریق بندر تورغوندی به ولایت هرات رسیده است. این سفارت در خبرنامه گفته است که این کمک‌ها در 4 واگن که شامل 404 تن مواد غذایی می شود وارد افغانستان شده است. یک تاجر در ولایت کندوز به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی از پول شخصیش یک کمپلکس صنعتی را در مساحت 70 جریب زمین دولتی در این ولایت اعمال کرده است. کار بازسازی 22 مکتب که در اثر جنگ‌های گذشته در اورزگان تخریب شده بودند تکمیل شده است. مسئولان معارف در ولایت اورزگان میگویند که با همکاری نهادهای مدرسان تلاش‌ها برای بازسازی بیش از 30 باب مکتب دیگر نیز جریان دارد. وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان میگوید که 314 شهروند افغانستان از زندان‌های عربستان سعودی رها شدند. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان در توییت نگاشته که 314 تن از زندان‌های عربستان سعودی رها شدند. ادامه تلاش‌ها برای آزادی پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امارات اسلامی افغانستان اعلام کرده است که تلاش‌ها برای آزادی پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان ادامه دارد. این وزارت در بیانیه اظهار داشت که تلاش‌ها برای آزادی پناهجویان افغان بدون مدرک از زندان‌های پاکستان ادامه دارد. چندی پیش نیز با تلاش سفارت افغانستان در پاکستان تعدادی از پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به افغانستان بازگردانده شدند. اتصال بندر چابهار به کریدور حمل و نقل شمال جنوب اقتصاد افغانستان را متحول خواهد کرد. سفیر افغانستان در هند اتصال بندر چابهار به کریدور حمل و نقل شمال جنوب جهان را موجب تغییرات بنیادی در اقتصاد افغانستان برشمرد. فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند در نشست یک روزه توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب در دهلی نو تصریح کرد متصل کردن بندر چابهار ایران با شمال و جنوب جهان موجب بروز تغییرات بنیادی در اقتصاد افغانستان خواهد شد و 60% هزینه‌های انتقال کالا و نیز 50% زمان انتقال آن در افغانستان صرفه‌جویی خواهد شد. آغاز صادرات و واردات بین افغانستان و ترکیه از راه زمینی. وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت امارات اسلامی افغانستان از آغاز صادرات و واردات بین افغانستان و ترکیه از راه زمینی خبر داد. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت امارات اسلامی افغانستان اعلام کرده که برای نخستین بار قرار است صادرات و واردات بین افغانستان و ترکیه از راه زمینی انجام شود. وی همچنان افزوده کالاهای بازرگانی با خودروهای باربری از بندر آقینه به ترکمنستان، ایران و سپس به ترکیه انتقال می‌یابد و کالاهای بازرگانی از این کشورها به افغانستان نیز وارد خواهد شد. این بود رویدادهای این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته بعد با رویدادهای خوب دیگر ایام بکامت.